برآمد گفت که اینمی کلاه ما گفت و مانند کلاه جبرئیل است. دفعتا دوستا همیشه نشسته بودن گفتن که تو آیا به ملائکه الله عزوجل تو بشخندی و تمسخر میکنی؟ یعنی وقتی که ما من اصل سوم عقیده قرآن و سنت که اصل اخلاقی است که باید اخلاق و با ادبی و مؤدبانه در مقابل الله و ملائکه های الله و پیامبران الله یک مؤمن و مسلمان یک موحد باید او را اختیار بکنه. ایرا یعنی وقتی می خواندم هم پیشتر اینمی یادم آمد که یعنی بعضی هستن کسانی که به اساس جهل، به اساس ریشخندی، به اساس تمسخر، به اساس خندانیدن همون مجلس، اهل مجلس چی میکنن؟ از زبانش چی میبراید؟ از زبانش اینمی یک مثلا میگه ایش، مثلا میگه ریش طبیبی میگه صاحب پشمی بزواری است میگه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. یک نوع تمسخر است به شاعر. این ریش چی است؟ ریش ماندن ریش، دراز ماندن ریش از جمله سنت های مؤکده رسول الله صلی الله علیه و سلم است، تا واجب است. میگه ای امی ریشت میگه یگان تا میگه ما میبینیم در جامعه خود، در چیزهای خود. میگه امی ریشت میگه صاحب ریش امی چیز واری، پشم امی بزواری است میگه. لا حول ولا قوة الا بالله. این کفر است، این ارتداد است. این کفر است، این ارتداد است. هر کسی که بی‌ادبی میکنه در مقابل الله عزوجل، در مقابل شاعری الله، در مقابل ملائکه الله، در مقابل یک شاعری الله که مثلا نماز باشه، کسی در مقابل نماز ریشخندی میکنه یا بی‌ادبی میکنه، این کافر میشه. چنانچه که ما بعدا ان شاء الله دلایل را از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم با ارائه میکنیم به این ادعای خود که کفر ارتداد است، بی‌ادبی، کفر ارتداد است، ریشخندی و تمسخر کردن شاعری الله. مثلا یک تعدادی از مردم اگر وقتی عقیده را برایشان پیشکش کردن بگیری تمسخر میکنه، میخنده بر بالای. به اینمی اساس بی‌ادبی با ادب بودن، با ادب را، کمال ادب را، کمال اخلاق را در مقابل الله و شاعر الله و ملائکه های الله و کتاب های الله و پیامبران الله عزوجل در اینا اختیار کردن، این از جمله اساسات عقیده قرآن سنت می باشه و از چیزهای مهم و اهم دین الله عزوجل می باشه. و بی‌ادبی کردن در مقابل شاعر الله، استهزا کردن یا تمسخر کردن یا ایره گفتن و خندیدن در مقابل ازی کفر است و ارتداد است. و کدام دلیل؟ به اساس دلیل الله عزوجل در سوره 65 و 66 دوجه میگه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانكم. ببینیم عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه یکی از صحابه است. روزی شخصی از منافقین بود. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه پهلوی از این نشسته بود. منافق از زبانش، چنانچه که ما بیشتر گفتیم در حلقه درسی ما، اینمت یک شخصی نشسته بود و گفت که کلاه ما و مانند کلاه اسرائیل است، گفت یعنی ملک الموت است. اینمت به بغل عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه نشسته بود. امی منافق از زبانش برآمد. اینمی جا قاریای قرآن صحابه رضی الله عنهم در پیش روی ازی بود. ای گفت که اینمی قاریا را میبینی؟ گفت از اینا کرده شکم کته، از اینا کرده نفسانی تر، از اینا کرده جوبونتر، از اینا کرده وقتی که در جنگ پیش شود اینا کندی میکنه، سستی میکنه، شکمایشان کلان است گفته، دروغگو گفته. اینم یک توهین کردن گرفت، تمسخر کردن گرفت، خندیدن. عبدالرحمن
بن عوف رضی الله عنه گفای ازیر شنید، گفت که ای منافق، تو باش گفت که من یعنی سخن تو را گفت به رسول الله صلی الله علیه و سلم برسانم. زمانی که عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه از نزد از این منافق حرکت کرد به سوی رسول الله علیه السلام تا خبر بده این سخن منافق را به رسول الله علیه السلام، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگه که ما به طرف اینمی منافق دیدم که پایش به سنگریزه ها کشاله می شد و به ریسمان شتر رسول الله صلی الله علیه و سلم آویزان بود. عبدالرحمن بن عوف قبل از اینکه بر نزد رسول الله علیه و سلم برسه، وقت جبرئیل امین الله عزوجل فرستاد، اینمی آیت فرستاد. اینمی شخص عبدالله ابن عمر میگه، همین شخص منافق میگه، ما دیدم میگه اینمی نفر میگه به بند شتر رسول الله علیه و سلام خود کشال کرده بود، پایش به طرف به سنگریزه هم تو کشال میشد و میرفت. چی میگفت؟ میگفت که انما كنا نخوض و نلعب، ما بودیم مذاق میکردیم، شوخی میکردیم. استعدام یعنی یک شوخی میکردیم، ما کدام مرادی مقصد کفر کردن نداشتیم، قصد کفر نداشتیم، قصد کدام کافر شدن به الله را نداشتیم. ما فقط هم یک ریشخندی میکردیم، هم یک میخندیدیم در مابین خود، یک باش یک خنده بکنیم، باش ساعت دیری شوه یگان تا باز امی ریشخندی، امی بی ادبی، امی بد اخلاقی در مقابل شاعری الله را چی میگن؟ ساعت دیری. ایره شما بگذارین نامشه ساعت کشی. یگان تا ایره ساعت دیری میگه، ایره شما و ما میگذاریم تحت نام ساعت کشی. این ساعت دیری نیست، این ساعت کشی است که خود را و اینمو کسانی که این سخن را امی استهزای از ایره میشنوه و در مقابلش واکنش نشان نمیده، در مقابل کفری ازی، در مقابل استهزای ازی، در مقابل ردت ازی هرگز واکنش نشان نمیده و اینا میخنده و استهزا میکنه و میگه، اونا میخنده دانش باز. پس در اینجا هر کسی که او کی میگه و رشخندی میکنه در مقابل شاعری الله، این خود گناهکار هست، این خود کفر وارد شده و شده. کسانی که در اینمی مجلس می نشینند و گپای از او را گوش می کنند و به اساس گپای از او باز می خنده و واکنش نشان نمیده و می خنده، اینا هم در گناه از او شریک است و در فسادی از او شریک است. و اینمی اساس عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگه که اینمی شخص منافق ما دیدم که به بند شتر رسول الله علیه السلام خود را آویزان کرده بود و همین پایایی از این سنگریزه های از همو زمین کشاله می شد. می گفت که انما نخوض و نلعب، ما یا رسول الله علیه السلام ما یک بازی می کردیم، یک شوخی می کردیم در بین خود. رسول الله علیه السلام آیت را تکرار می کرد و می گفت بالله، آیا با الله و آیاته، با آیات های الله و رسوله، با پیامبر الله، کنتم تستهزئون، شما رشخندی و تمسخری و ساتیری میکنید. لا تعتذروا، شما عذرخواهی نکنید. قد کفرتم بعد ایمانکم، به تحقیق کافر شده این بعد از ایمان آوردن. بعد از ایمان آوردن که شما ادعای ایمان نداشتین، بعد از ادعای ایمان داشتنتان شما کافر شده این. به سبب چی؟ به سبب انما كنا نخوض و نلعب. شما که میگفتین که ما شوخی میکردیم، ساعت دیری میکردیم، ساعت کشی میکردیم، به سبب ازی شما کافر شده این، مرتد شده این، از دین اسلام خارج شده این. عذرخواهی نکنید. پس به اینمی اساس هر کسی که ادب را، هر مؤمن، هر مسلمان باید ادب را، کمال ادب را در مقابل الله و شاعر الله اختیار بکنه. در مقابل نماز،
تمسخر به نماز، تمسخر به روزه، تمسخر به زکات، تمسخر به ریش، تمسخر به حج، تمسخر به مؤمنین که به دینی از اونا طعن وارد شود. اینا کلا تمسخر به صحابه رضی الله عنهم، تمسخر به عایشه رضی الله عنها و طعن وارد کردن به اینها کفر است، الحاد است، ارتداد است، مخرج من المله است. هر کسی که کار میکنه از دین اسلام خارج است. الله عز و جل از این مرضهای مهلک به توسط آموختن عقیده توحید قرآن سنت ما را نجات بده و الله عز و جل نور ایمان را، نور احسان را، نور ایمان را و نور احسان را، نور ادب را که با کمال ادب است، او را باید الله عز و جل باید ما اختیار بکنیم که الله عز و جل ان شاء الله در قلب ما وارد بکنه و ان شاء الله عملی بکنه. دیگه درس ما اینجا به پایان میرسه. ما خلاصه درس را گفتیم. اصول اساسات عقیده قرآن سنت به 3 اصل برمیگشت. یکی اصل ایمان بود که عبارت از ایمان به الله، ایمان به وجود الله، ایمان به ذات صفات الله، ایمان به ملائکه های الله که همه ایمان به رسل خلاصه مومن بهی. دوم اصل که به اساسات عقیده قرآن سنت ربط داشت اصل عملی بود که اصل عملی به 2 امر خلاصه می شد. امر اولی عبادت الله عز و جل بود به صورت یگانگیش و نفی عبادت غیر الله بود و دوم امری که او به اصل عملی ربط داشت تطبیق قوانین نظام الله عز و جل بود و اطاعت کردن عبادت کردن و الله متعال به صورت یگانگیش، یعنی دین قیم، دین راست، دین محکم معرفی شد. و سومین اصلی که به اساسات عقیده قرآن سنت ربط داشت او عبارت از اصل اخلاقی بود که باید ما کمال اخلاق در مقابل الله، در مقابل ملائکه های الله، پیامبران الله و شعائر الله عز و جل اختیار بکنیم. هر کسی که بی‌ادبی میکنه در مقابل الله، استهزاء میکنه دین و شعائر الله را، حتی بیش را کسی استهزاء میکنه، فتوای از این توسط قرآن عظیم و شان داده شد و ارتدادی از اینا معلوم شد. پس امیدوار هستم که برادرای موحدین یک چیزی را از این درس کسب کرده بوده باشند. و بالله تعالی توفیق و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. لقاءاتنا